سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما ستاره های درخشان کانال فالروز. امیدوارم حالتون خوب باشه و هر جا که هستید تنتون سلامت، دلتون شاد، زیر سایه پروردگار باشید. عزیزای دلم، این ویدیویی که ضبط میکنم خدمتتون برای اولین ماه کاملی هستش که در ماه رجب و در سال 2025 برامون داره رخ میده. ماهی پر از انرژی قوی و انرژی که خیلی ما باید خودمون رو توی این بازه زمانی از امروز تا روز جمعه خیلی باید قدرت خودمون رو ببریم بالا روی هر مسئله و هر پیش آمدی که برامون پیش میاد که به نوعی ما رو درگیر به هم ریختگی کنه و شما باید خیلی آگاه باشید، خیلی زرنگ باشید، نذارید هیچ مسئله‌ای به سمت شما نفوذ کنه و کاملا با انرژی مثبت قدم بردارید. ازتون خواهش میکنم در یک محیط آرام بدون استرس طبق روال همیشه از کارت فرشته ها استفاده میکنیم. پیام کارت فرشته ها رو میگیریم ببینیم که انرژی ماه کامل فرشته ها برامون چه پیامی رو دارن. اما کارت فرشته ها که برای شما افتاده و میخوایم ببینیم که پیامشون برای شما چی هستش. ببینید فرشته‌ای که براتون افتاده، من کارت رو میگیرم که واضح ببینید. فرشته‌ای هستش که خبر از یک زیبایی و یک انجام کار خوب میده. پس میتونم بهتون بگم که ماه کاملی که ما در پیش رو داریم ماه کاملی هستش که موفقیت رو به همراه داره و جریانی که بابت این افرادی که بابت مسئله نگران هستید، به هم ریختگی دارید، براتون خوشحالی هست. از شماره عدد 4 7 عددهایی هستش که حالا میتونه توی پلاک باشه، میتونه تو شماره تلفن باشه، میتونه تو سال تولدتون باشه. یک مسیری برای شما خیلی خوب قدم برداشته میشه، یه خیلی خوب رقم زده میشه. در حقیقت میخواد بگه که یک موفقیتی رو در این ماه کامل شما به همراه دارید. حالا نمیتونیم دقیق بگیم فردا، ولی توی این بازه زمانی و توی این ماه کامل برای شما صحبت از یک موفقیت قول داده شده و قول میدن که یک سری از برنامه‌های شما به یک روال طبیعی رنج میشه و به یک روال طبیعی پیشرفت براتون افتاده. در حقیقت بالا رفتن موقعیت شما و بالا رفتن شرایطی که درش قرار گرفتید. و این کارت صحبت از یک موافقت رو میده، چون صحبت از یک موافقت روی یه مسئله رو میده. حالا چه مسئله‌ای هست که شما نسبت بهش نگرانید و یا یه چیزی هست که یه مقدار یه بازه زمانی برای شما غیر ممکن شده و حالا این میخواد با انجام شدنش، با پیشرفت کردنش، با حرکت کردنش برای شما خوشحالی بیاره. کارتی هستش که انرژی خورشید توش هستش، یعنی کارتی هستش که میتونه شما رو به یک حال خوب برسونه و از یک وضعیت و نگرانی شما رو به یک خوشحالی برسونه. در حقیقت میتونم بگم که کسانی که از یک تنهایی به رنج میبرید، حالا میتونه این تنهایی باشه که خودتون هستید یا نگران فرد احساسیتون هستید یا بابت یک موضوعی توی یک تنگنا هستید یا بابت یک موضوعی دارید با تنهایی باهاش مقابله میکنید، میجنگید تا به اون هدف و به اون ایدئالتون برسه. میخواد بهتون بگه رسیدن براتون افتاده، انجام شدن براتون افتاده، اون چیزی که خودت انتظار داری. میگه همه چی رو خدایا برای من ردیف کن، اون چیزایی که من میخوام و پله پله برای من بچین، عجله نکن. چیزی که افتاده انرژی ماه کامل برای شما
خیلی خوب هستش و یک سری از مسائل برای شما در حال انجام شدن، یک سری از حقیقت ها، یک سری مسائل حقیقی براتون رخ میده. و اینم بهتون بگم نگران نباشید، چون یک قرارداد، یک صحبت، یک گفتگو براتون افتاده. حالا این قرارداد، صحبت و گفتگو توی چه زمینه‌ای هستش و شما روی چه مسئله‌ای دارید بابتش فکر میکنید، این دیگه مربوط به شخص شما هستش و مربوط به موقعیت شما هستش. بریم سراغ کارت های ماه و ببینیم پیام کارت های ماه برای شما عزیزان چی هستش. من اگه بتونم تصمیم دارم که این اینستاگرام رو یه مقدار قوی کنم. برنامه تیک تاک رو، حساب کاربریش رو باز کردم. برنامه تیک تاک رو هم آیدیش رو میفرستم خدمتتون، برای اینکه اگر کسانی که توی برنامه تیک تاک حساب کاربری دارین، آیدیش رو براتون میذارم که بتونیم اونجا یه مبادله اطلاعات کوتاه، در بازه زمانی کوتاه، ولی اونجا هم دارم حساب کاربریش رو فعال میکنم. در این اینستاگرامم از حالا بعد سعی میکنم استوری به استوری پیام های روزانه رو خدمتتون ارسال کنم که در کنار هم از انرژی هم دیگه استفاده کنیم، با قدرت خوب یک سری مسائل رو حل کنیم. انرژی ماه کامل خیلی خوبه، خیلی بالاست، به خصوص ماه کاملی که اولین ماه کاملش در سال 2025 در ماه رجب داره برامون اتفاق میفته. شما خیلی راحت میتونید یک سری از خواسته ها، نیازهاتون که توی ذهنتون باعث شده که یک سری بنبست ها رو برای شما به وجود بیاره، یک سری نگرانی ها رو برای شما به وجود بیاره، تمرکز کنید روش، کاملا فکر کنید، خواسته هاتون رو روی یک کاغذ سفید بنویسید و با شمع بسوزونید که یک سری از بنبست های شما، نگرانی های شما از مغز خودتون، از فکر خودتون، حالا میتونه اون بنبست مالی باشه، میتونه بنبست کاری باشه، بنبست وضعیت خانوادگیتون، فرزندتون باشه، هر چیزی که باعث شده درون شما آشفته بشه، از روی ذهنتون تمرکز کنید. تمام اون چیزهایی که میاد توی ذهنتون توی یک کاغذ یادداشت کنید و وقتی به کاغذ انتقال دادید، اون کاغذ رو با شمع بسوزونید، یعنی اون بنبست های شما از بین بره تا بتونید با راحتی خیال یک سری از انرژی های مثبت رو برای خودتون جذب کنید. خب بریم سراغ کارت های ماه و ببینیم که پیام ماه کامل برای دوستان چی هستش. به امید خدا میتونم بهتون بگم که توی این ماه کامل برای شما بالا رفتن، ارتقا پیدا کردن افتاده. یه وقتا بعضی از اوقات ما میگیم ما اینو که شنیدیم، این حرفا همیشه شنیدیم، این مطالب رو همیشه شنیدیم، حالا نه تنها از من روز، از دوستان دیگه، از همکارای دیگه، از عزیزان دیگه، پیام‌هایی رو شنیدین که آره این ماه خوبیه، آره این ماه انرژیش خیلی بالاست، آره این فال انرژیش خیلی بالاست. اگر بخوایم به این روال فکر کنید و همیشه دریافتتون این باشه که آره قبلا اینو شنیدم ولی خب اتفاق برای من نیفتاده، قطعا اون برنامه براتون چون انجام نمیشه. شما باید همیشه احساس نیاز داشته باشید، احساس خواسته داشته باشید، بخواید و دریافت کنید. اینکه مثلا یه بار گفتم باشه اینجوری برای من پیش میاد، نشد دیگه، مگه چقدر میتونه؟ خدا که خودش میبینه منو، موقعیت منو میبینه، چرا وضعیت من تغییر نمیکنه؟ دائم باید بخواید، دائم باید درخواست کنید و درخواست شما روش تمرکز کنید تا اون به اجابت برسه، تا اون به مرحله اجرا برسه. انرژی شماست که خواسته شما رو، سطحش رو میبره بالا. پس به یک بار شنیدن، به یک بار گفتن اکتفا نکنید.
مثل کسی میمونه که میره توی یه رستوران، مادامی که نشسته توی اون رستوران تا زمانی که نگه نیازم چیه، من چه غذایی رو دوست دارم، کسی بهش کاری نداره. ولی وقتی اعلام نیاز میکنه، میخواد که من این غذا رو میخوام برای من بیارید، میخوام نوش جان کنم، اونجا براش انجام میشه. پس شما از خدای خودتون بخواید و دائم این رو برای خودتون به خودتون تذکر بدید که من دائم باید یادآوری کنم، دائم باید بخوام. چون توی خواستن و توی تأکید کردن، تکرار کردن هستش که خیلی از مسائل برای شما به اجابت میپیونده. بریم دقیقاً. من میتونم حالا کارت فرشته ها رو با اولین کارت برای شما نشون بدم. کلمه زیبایی و کلمه زیبایی در هر دوتا کارت افتاده. حالا زیبایی چیه؟ این فرشته زیبا اومد به ما گفت اتفاق خیلی خوب و یک هارمونی ویژه و یک ردیف شدن مسائل براتون افتاده. توی کارت ماه هم میگه شما توی این ماه کامل یک سری اتفاقات، تغییر و تحولات زیبا براتون هست که این تغییر و تحولات مطالب خوبی رو برای شما به همراه داره. حالا اگر الان تو موقعیت خونتون، تو موقعیت محیط کارتون، تو موقعیت فرزندتون نگران هستید، دچار استرس و به هم ریختگی هستید، شرایط شما تغییر میکنه. حالا یا جابجایی محل سکونت دارید، یا جابجایی محل کار دارید، یا میخواید سفری رو برید و تصمیم دارید روی این مسئله بیشتر فکر کنید، بیشتر متمرکز بشید، یا در مورد فرد احساسیتون یه مقدار نگران هستید، یه مقدار فکرتون درگیر فرد احساسیتون هست. میگه کارها براتون ردیف میشه، نگران نباشید. اما کارت بعدی میگه یک سری از سنگینی هایی که توی فکرت هست، همون چیزی که من هنوز کارت ها رو برنگردونده بودم ولی پیام هایی که دریافت کرده بودم، میگه یک سری مسائلی که توی ذهن شما هستش و دارید بهش فکر میکنید براتون به مرحله اجابت میرسه. یک تصمیم گیری براتون پاسخش مثبت هستش. فراوانی و برکت افتاده، چیزی که برای شما صحبت از یک نگرانی روی یه مسئله هستش با یه حالت دودلی و تردید روی یه سری شرایط افتاده. حالا ببینید، یا یه کاری قطعی برای شما انجام میشه یا انجام نمیشه، اما اینکه شما مردد باشی، ما بین بایستی و ندونی باید چیکار کنی، این ضرریه که خودت به خودت میزنی. پس میخواد بگه که درسته یک سری راه ها افتاده، یک سری بالا و پایینی ها افتاده، یه سری نگرانی ها افتاده، ولی همه اینا دلیل بر این نمیشه که شما به مقصدت نرسی. چون برای شما باز شدن یک مسیر افتاده، باز شدن گره های فکریت افتاده، فراوانی برات افتاده، روشنایی برات افتاده، پایان یک نگرانی برات افتاده، پایان یه به هم ریختگی افتاده، یه چیزی که بابتش دلت شکسته، قلبت شکسته، نگران شدی، از کسی انگار ضربه خوردی. حالا میتونه این ضربه از همکارت باشه، از پارتنرت باشه، از همسرت باشه، از فرزندت باشه. یه دل شکستگی تو شما هستش که این از شما دور میشه. یعنی در حقیقت میتونه بهتون بگه این ماه کامل یک سری تغییر و تحولات روشن رو برای شما به همراه داره که میشه بهتون بگم که از یه مقدار نگرانی ها، تاریکی ها، به هم ریختگی ها به روشنایی میرسید. باز شدن مسیر فکری شما هستش، باز شدن نگرانی های فکری شما هستش. حالا این نگرانی فکریتون میوه افتاده، میتونه روی فرزندتون باشه، روی پرنده افتاده، میتونه روی شرایط مالیتون باشه، روی شرایط محل سکونت یا محل کارتون باشه. و در کنار اینها من چیزهایی میبینم که شما ارتقاء شرایط براتون هست و نگرانی هم برای شما وجود نداره. دعا افتاده، دعای خیر که انرژیش فوق‌العاده برای شما مثبت هستش. همونطور که اول کارت ها عرض کردم خدمتتون، دائما با خدا در ارتباط باشید، دائما ازش بخواید، دائم تکرار کنید من این مسئله رو میخوام، من اینو میخوام، خدای خودت باید بهم بدی. انقدر پافشاری میکنم، انقدر احساس نیاز میکنم، انقدر میگم تا دریافتش کنم. اینجا برای شما میگه دعا برات حاصل انرژی بسیار نیکی رو به همراه داره، شما رو از نگرانی خارج میکنه، شما رو از به هم ریختگی خارج میکنه و میگه اگر کار پاکسازی انجام میدید فوق العاده برای شما خوب هستش. یک قدرت شما بالا میره، ارتعاش فکریتون بالا میره. اگر دارید الان کار پاکسازی انجام میدید حتما مداومت
همت کنید و اگر تصمیم به این کار دارید حتما این کار رو انجام بدید. برای خودتون، برای عزیزانتون، برای اطرافیانتون دعا کنید، چون انرژی دعاست که فوق‌العاده سطحش بالاست و شما رو به اون آرامشی که توی ذهنت هست و توی فکرت هست شما رو میرسونه و از نگرانی شما رو خارج میکنه. بریم سراغ، من یه مقدار تند میگم چون میخوام ویدیو رو آپلودش کنم بذارم توی یوتیوب، میخوام زمان کمتری رو ببره و همینطور کمتر مزاحم شما بشم. اما سراغ کارت بعدی، ببینید کارت بعدی میگه یک سری پیش آمد به لطف خداوند، یک سری اتفاقها و جریانهایی میخواد برات بیفته که اصلا خارق العاده است. یعنی خودت میشینی نگاه میکنی که چجوری این برنامه برات رخ میده. پس میخواد بهت بگه نگران نباش، یک سری برنامه ها و یک سری جریان ها هرچند شما ازش ناآگاه هستید، هرچند شما نسبت بهش دور هستید، ولی ارتعاشش به شما میرسه. اینجاست که شما متوجه میشید که چقدر این پیشامدهایی که داره برای شما رخ میده خوب هستش. حالا چه تو محل سکونتتون هست، چه توی شرایط کاریتون هست، چه تو شرایط مالیتون هست، در حقیقت پیشامدهایی هستش که برای شما به لطف خداوند خیلی خوب هستش. وعده 4 افتاده، حالا میتونه 4 روز، 4 هفته یا ماه 4 باشه یا تا 40 روز آینده باشه. یک سری از بستگی ها و نگرانی های شما، پیچیدگی های شما از شما دور میشه و انگار یک تولد دوباره برای شما میاد. انرژی که از سطح یونیورس به سمت شما میرسه، انرژی که سطحش خیلی بالاست و شما رو به آرامشی که میخواین میرسونه. بریم سراغ کارت بعدی. روی صحبت با آقایون هستش یا خانوم ها، فرقی نمیکنه. اینجا نیروی آقا افتاده ولی فرقی نمیکنه، میتونه شرایطی باشه برای فردی که توی تحت فشاره، تحت خستگیه، تحت مشکلات. یه بازه زمانی هستش که درگیر یه سری مشکلات شدید و حالا یا کسی بهتون کم لطفی کرده یا کسی بهتون خیانت کرده یا کسی با رفتارش باعث آزار و اذیت شما شده. حالا این میتونه در چند جنبه باشه، یا برای فرد احساسیتون باشه که باعث شده که شما رو دچار نگرانی کنه، یا راجع به همسرتون باشه، یا راجع به فرزندتون باشه. هر چیزی که هست یه مشکلی هست که به خاطر بی‌توجهی و به خاطر حسادت و به خاطر تنگ نظری یه سری اتفاقات افتاده و این مشکل برای شما پیش روتون هست. این میخواد بگه که شما مورد دنبال کلمش میگردم، مورد ظلم قرار گرفتید، مورد یک شرایطی قرار گرفتید که حقت نبوده و قرار گرفتی و الان داری توی اون گرمای اون به هم ریختگی اذیت میشی. مثل کسی که داره توی یک شرایطی میسوزه، توی تب، دور از جون توی تب نگرانی میسوزه، نمیتونه چیزی رو به کسی انتقال بده، فقط خودشه که متوجه مشکلاتش میشه. اینجا سرخی که توی این پنجره هستش و گرمایی که توی این فرد هستش نشان است به هم ریختگی های حالا درونی میده. این به هم ریختگی ها برمیگرده به هر فردی که شما دارید بهش فکر میکنید یا ذهن خودتون درگیر مسائلی هستش که بابتش نگرانین. در هر صورت میخواد بهتون بگه انرژی منفی که وارد مسیر شما شده، وارد زندگی شما شده، وارد کار شما شده، یا توی فرزند شما یا توی خانواده شما، در هر شرایطی انرژی منفی که نفوذ کرده و این انرژی منفی باعث شده که شما پذیرشش کنید و حالا با اون نگرانی دارید دست و پنجه نرم میکنید. حالا میریم سراغ کارت بعدی. پیام کارت بعدی رو ببینیم. چه خانم چه آقا، یه بازه زمانی هستش که حالا نمیدونم 3 تا 4 ماهه یا 3 تا 4 ساله درگیر یه سری شرایط هستید که خسته شدید. نگران نباشید چون آهنگ شادی من براتون میبینم. قبل از اینکه این کارت رو برگردونم گفتم نگران نباشید، آهنگ شادیه. چرا؟ چون ضامن ما فرشته ها هستن، ضامن یک سری از کارها و فالهایی که من توی این کانال میذارم. اسم فال رو روش نمیذارم، انرژی خانی میذارم
و میخوام بهتون بگم که یک پیامی که اولش میاد تا انتهای فال شهادت میده، گواه کار ما هستش. اینجا میخواد بگه که برای شما قدردانی میشه، میگه بابت مسئله‌ای که بابتش به هم ریختی، نگران هستی، بهت ظلم شده، توی شرایط سخت گذاشته، از شما قدردانی میشه، از شما تشکر و سپاس میشه. کسی به طرف شما بر میگرده، کسی که از شما دور شده، میتونه فرد احساسیتون باشه، میتونه فرزندتون باشه، میتونه همسرتون باشه، یا هر شرایطی، میتونه کارتون باشه، میتونه وضعیت مالیتون باشه. هر چیزی که هست به دست میاری، چون یک دست در دست هم افتاده، یک قدر شناسی افتاده. انگار که شرایط شما یه طور میشه که قدر شما دانسته میشه، شناخته میشه و این برای شما خیلی خوب هستش. آهنگ خوشحالی افتاده. حالا این آهنگ خوشحالی برای من زمانش افتاده بین 2 تا 5. حالا میتونه 2 روز، 2 هفته، 2 ماه باشه، میتونه 5 روز، 5 هفته، 5 ماه باشه یا ماه 5 باشه. در هر صورت وعده‌ای که افتاده وعده‌ای هستش که 1 ربع افتاده. حالا میتونه این 1 ربع بین 2 تا 5 روز که میشه 3، یا بین 2 تا 5 ماه، یا بین 2 تا 5 هفته، نمیدونم، اما هرچی هست خیلی برای شما نزدیکه. و چون ما انرژی ماه کامل رو میگیریم، هدف من این هستش که هیچ وقت تایم دور رو، من هیچ وقت رو تایمای دور تمرکز نمی کنم. فکر میکنم تا ماه کامل بعدی خیلی از مسائل برای شما حل بشه و خیلی از نگرانی ها به امید خدا براتون به سمت جلو رفتن باشه. اینجا غم افتاده. اینجا توی این کارت نگرانی یه مسیر افتاده. انگار از چیزی ترسیدی، انگار بابت چیزی دلهره داری، انگار بابت مسئله‌ای توی فشاری. اینجا میخواد بگه که شاید هم یه بازه زمانی هستش روی یه مسئله خیلی به هم ریخته شدی و دائم داری روی این مسئله فکر میکنی. میگه نگران نباش، به لطف خداوند و جریاناتی که تو جامعه داره برات اتفاق میفته، اتفاقات نیک داره میفته. نترس، در پس این تاریکی روشنایی هستش که داره میاد بیرون و انرژی خوبش رو میخواد به شما انتقال بده. از لحاظ احساسی به آرامش میرسید، از لحاظ ذهنی به آرامش میرسید، از لحاظ فکری بزرگ شدن براتون هستش و از لحاظ جریاناتی که تو مسیر براتون افتاده، پیشامدهایی که بعد از این روشنایی براتون هست. یعنی انتهای این مسیر، تو مسیری که شما ترسیدید، تاریک به هم ریخته هستید، براتون به لطف خداوند روشنایی و حرکت کردن به سمت جلو افتاده. اینجا صحبت از یه تأخیره. حالا یا این تأخیر برای شما انجام شده که شما به هم ریخته هستید، یا یه مسئله توی مسیرتون، توی مسیر کاری، احساسی، مالی یا فرزندتون یا خانوادهتون پیش اومده و هی کش اومده. یه جورایی نگران یک چیزی هستید که چرا اینقدر داره زمان میبره. طبیعی این زمان بردن، طبیعی این تأخیر افتادن. چرا؟ چون که باید یک سری از جریان‌ها، یک سری از مسائل برای شما انجام بشه. در غیر این صورت مخالف شما میشه. یه وقتا حکمتی که در دیر رسیدن هست، در زود به هدف رسیدن نیست. ببینید سال 2025 سالی هستش که یک سال کاملا وحشی هستش، سالی هستش که توش انرژی سطح خیلی خوبی رو داره، اما از طرفی هم میگه عجله توش بکنی دوباره برمیگردی سر جای اولی. پس اینجا میگه شاید یه سری از کارات داره با تأخیر انجام میشه، ولی این تأخیر صلاح شما هستش و برنامه‌ای هستش که برای شما رخ میده و شما متوجه یک سری از مسائل میشی. بریم سراغ کارت بعدی. کارت بعدی برای یک سری از افراد که در حال تحصیل هستید، براتون بالا رفتن پست و مقام افتاده، بالا رفتن شرایط تحصیلیتون افتاده. کسانی که توی شرایط زندگی هستید، ببینید یک قایق افتاده، کتاب افتاده، نردبان افتاده. چند تا مطلب رو میخواد بگه. میگه توی این حجم به هم ریختگی، توی این حجمی که این همه آشفتگی هست، ولی برای شما پله ترقی افتاده. میگه هر
چقدر که سر راهت مانع باشه، هر چقدر که باعث بشه که یک سری از کارها شما رو دچار دودلی، تردید، به هم ریختگی بکنه، برات پیشرفت افتاده. اگر فکرت به سمت آقایی هست، اگر فکرت به سمت فرد احساسیت هست، اگر فکرت نسبت به فرزندت هست، اگر فکرت نسبت به شرایطی هست که الان توش هستی و نگرانی، براتون خوشخبری افتاده، براتون بزرگمنشی و بزرگ شدن افتاده، تو مسیری که براتون ترقی و پیشرفت هست. حالا هر کس با توجه به شرایطی که میبینه متوجه یک سری از مسائل میشه. یکی تو مسئله تحصیلش الان نگران هست، برات پیشرفت تحصیلی افتاده. یکی مسئله کاری نگرانه، ترقی و بالا رفتن براتون افتاده. قراردادهایی که یکی پس از دیگری میاد و بسته میشه و شما رو به اوج موفقیت میرسونه. برای من این کارت صحبت از اینه، باز شدن یک نگرانی، رها شدن از یک نگرانی و بزرگ شدن هستش، چیزی که باعث میشه شما متوجه یک سری از مسائل بشی. گاهی اوقات من خیلی تند حرف میزنم، گاهی اوقات یه سری برنامه ها برامون پیش میاد، ما میگیم که چرا ما باید این تجربه رو کسب کنیم، چرا ما باید این رو باش، چرا دیگران نگیرن، چرا مثلا فلانی متوجه این مسئله نمیشه، چرا من باید این مسئله رو درکش کنم، لمسش کنم، حسش کنم. میخواد بهت بگه که بعضی جاها نیاز داره که بزرگ بشی، بعضی جاها نیاز داره که قدر لحظه خودت رو، قدر داشته های خودت رو بدونی و اینجاست که متوجه میشی بالا رفتن، رسیدن به ایدئال چه لذتی داره. برای شما بزرگ شدن براتون افتاده. میگه بعضی اوقات احساس میکنی تنهایی، خودت تنهایی، بعضی اوقات احساس میکنی که همه مسائل و همه درها به رود بسته شده، چون این قایق تنها افتاده. احساس تنهایی میکنی، احساس اینو میکنی که اون چیزی که دلت میخواد، اتفاقاتی که دلت میخواد برات انجام نمیشه، یا نگرانی، دنبال یه راه حل میگردی، دنبال یه شرایط میگردی. میگه نگران نباش، در پس تمام این به هم ریختگی ها و شرایط آشفته بالا رفتن، پیشرفت، ارتقا برات افتاده که خیلی خوشحالی رو براتون به همراه داره. و دقیقاً کارت بعدی هم صحبت از همینو داره، میگه صبور باش، صبور باش، از این مسیر خارج میشی، از این جریان خارج میشی، راه برات افتاده، مسیری که وارد یک شرایط دیگه میشی، مزرعه ذرت برات افتاده، فراوانی و روشنی برات هستش، یک سری از مسائل برات حل میشه و یه سری از جریان ها برات به لطف خداوند انجام میشه. نگران مطلبی هستی، نگران شرایطی هستی، یا نگران یه قرارداد هستی، یا نگران یه موضوعی، یه نامه، یه کاری هستی که میگه برات خبر افتاده، یک موضوعی که مدت هاست منتظرش بودی به نفع شما انجام میشه، چون خروج از این تونل و رسیدن به این شرایط یعنی خروج از به هم ریختگی ها، نابسامانی ها و رسیدن به یک شرایط خوب. حالا میتونه یه پولی باشه که شما بابتش نگران هستید، میتونه یک جریانی باشه که بازه زمانی هست شما بابتش نگرانید، اما نگرانیتون میگه صبور باش، نگرانیتون حل میشه، روشنایی براتون افتاده. و در نهایت کارت آخر، قدرت و توانمندی، میگه هر آن چیزی که باعث شده که حس کنی نه معذرت میخوام، هر آن چیزی که باعث شده فکر کنی نمیتونی از پس کارات بر بیای، نمیتونی اون جریان ها رو درست کنی، قدرتت کم شده، ضعیف شدی، برعکس توی این کارت میخواد بهت بگه ماه تو دوتا دستته، یعنی قدرت برات افتاده. شرایطی هستش که شما به اوج موفقیت رسیدن براتون افتاده، همونطور که توی این کارت براتون گفتم، بالا رفتن، بزرگ شدن، ارتقا پیدا کردن، تغییر و تحول و شرایطی که به نفع شما هستش. به لطف خداوند یک قدرت و توانمندی به سمت شما میاد که شما میگید من که توی این شرایط هستم، من که توی این موقعیت هستم، خیلی خوشحالم برای شرایطی که دارم، چون من این قدرت رو دارم اون چیزی رو که میخوام جابجا کنم و اون شرایطی رو که میخوام برای خودم بسازم. پس اینه که منو میتونه به اون حال خوب و به اون جریان خوب برسونه. خب اینم از کارت های ماه کامل، انرژی ماه کامل که دوست داشتم براتون بگیرم و دوست داشتم یه بازه زمانی رو کنار هم باشیم. میریم سراغ کارت های عیسی ابن مریم.
پیام عیسی ابن مریم رو دریافت کنیم، ببینیم که کارت عیسی ابن مریم برای ماه کامل چه پیامی رو بهمون میده و چه انرژی در حال رسیدن به ما هستش. خب کارت عیسی ابن مریم، ببینید دقیقاً 2 کارتی که افتاده. اولا تو کارت اول میگه که من تو رو نجاتت میدم. ببخشید که میگم تو، من صحبتم خطا خوندن این پیام هستش. میگه من ایمان دارم، به من ایمان داری، منم به اینو اعتماد رو میدم، این امید رو میدم، به خاطر دعاهایی که میکنی، به خاطر انرژی خوبی که داری، به خاطر اون قلب خوبی که داری، منم تو رو نجاتت میدم و از این شرایطی که هستی دستتو میگیرم و نجاتت میدم. و کارت بعدی میگه من عذرخواهی میکنم، کارت رو میگم من چوپان یه گله هستم، پس میدونم برای بهترین جای زندگی و بهترین مکان برای این گوسفندهایی رو که چوپانیشون رو میکنم کجاست و بهترین شرایط و بهترین زندگی رو برای اونها مهیا میکنم. پس اینجا خطابش به ما هستش، میگه من تو شرایطی هستم که میدونم چه ایدئالی برای زندگی شما خوب هستش. پس اینجا دقیقاً تو این کارت و تو این کارت میگه اگر به من اعتماد داری، اگر به من اعتماد داری، امید داری و میدونی که با اعتماد داشتنت به هدفت میرسی، مطمئن باش من بهترین شرایط زندگی رو برات مهیا میکنم و اون چیزی که لایقش باشی رو به امید خدا دریافت میکنی. بریم سراغ کارت های مریم مقدس و پیام مریم مقدس رو براتون. نمیدونم زمان دارم برای ضبط کردن فال برای متولدین هر عنصر یا متولدین هر ماه. تلاشم رو میکنم چون سطح انرژی این ماه خیلی بالاست، تلاشم رو میکنم اگه بتونم ویدیو ضبط کنم براتون میذارم توی کانال. ولی منم از شما یه خواهشی دارم، همونطور که من دلن و جانن برای شما به روی جفت چشمام انجام میدم، همونطورم از شما توقع دارم شما منو حمایتم کنید و با لایک کردنتون، با به اشتراک گذاشتنتون میتونید یه قوت قلب برای من باشید. البته باز هم مثل همیشه میگم هیچ وظیفه‌ای برای انجام این کار ندارید چون من با دل و جون انجام میدم، ولی اگر دوست داشتید، تمایل داشتید، ممنونتون میشم و انشاءالله که شرایط اون جوری بشه که هممون انتظارشو داریم. بریم سراغ کارت های مریم مقدس و پیام مریم مقدس رو برای امروزمون بگیریم. معجزه افتاده براتون، معجزه معجزه معجزه. میگه من مطمئنم که خدای مهربان برای اینکه یک راه حل مناسب و ایدئال برای مشکل شما پیدا میکنه. پس توی این کارت میگه معجزه‌ای در حال رخ دادن برای شما هستش و میگه من مطمئنم که خداوند برای این مشکل شما یه راه حل بسیار خوب و ایدئال پیدا میکنه و این مشکل شما حل میشه. تو هر مسئله‌ای که نگران هستی، تو هر شرایطی که به هم ریختگی داری، برات معجزه افتاده و قطعاً ایمان دارم که سطح انرژی انقدر خوب هستش که به لطف خدای متعال شما هم این معجزه رو جذب میکنید. منو یادتون نره، من اینجا سریع بیام سراغتون، منو یادتون نره، منم دعا کنید انشاءالله که در کنار دعاهایی که با هم دیگه میکنیم بتونیم هر کدوممون به خواسته های قلبیمون برسیم. روی ماهتون رو میبوسم. خیلی مراقب خودتون باشید. در پناه حق. خدا نگهدار.